امروز درباره پیشگیری بیماری حسیبک یعنی باتولیسم صحبت کرده ایستادیم. سبزیجات‌ها را باشد از ذره‌های خاک پوره تازه کرده یکچند مرتبه شسته بعد آنها را کنسرو کنید. چه را محکم میکنید برای فصل زمستان؟ پودرینگ، پمیدور، مربا، کامپوت. اصلا از معلومات خودی احوالی وابستگی کلان دارد. باتولیسم را از نمود ظاهری و از طعم معمول محصولات ما فهمیده نمیتوانیم. سه حالت در شهر پنجکن به حالت فوق انجام یافت. علامت‌های یعنی ضرورشوی به نظر میرسد. بیمار را به دستگاه نفس‌دهنده سونی پیوست نمودن لازم میباشد. در کودکی نوزاد همین کسل معلوم شدگی بود که کودکی نوزاد از شیری مادرش؟ از شیری مادرش گذشته است. حالا در همین جامعه یگان کس همین کنسروهای خانگی رو من نکرده است. سرتیفیکاتی همون بنویسته شده است، کجا نگاه داشته نشه، چند تمپراتور شده نشه، درجه گرادوسش همون چخیل که همون جا نگاه داشتن در کار.